یه هوایی رو آوردیم وارد موتور کردیم و کامپرس کردیم با هر دیزاینی که داشتیم، انواع کمپرسورها، و حالا میخوایم تحویل بدیم به کامباستشن چمبر. قطعه حائل وسط کار هست، وسط راه هستش، به عنوان دیفیوزر که وظیفه منتشر کردن این هوا رو به قسمت بعدی که کامباستشنمون هست داره، و در بین مسیر چون از داکت واگرا و دایورژنت داره استفاده میکنه، توامان تا آخرین لحظه‌ای که این هوا رو به کامباستشن چمبر تحویل میده و حتی یک مقدار بعدش تا رسوندن هوا به خود فیول نازل ما در حال افزایش فشار و کاهش سرعتش هستش. ما طبق دیاگرامی که با همدیگه صحبت کردیم افزایش فشار رو داریم، بعد به کامباستشن وارد میشه و در بعد ورود به کامباستشن با سوخت ترکیب شده و توسط ایگنایتر پلاگمون میسوزه، مشتعل میشه و شروع میکنه به آزادسازی انرژی جنبشی گازها که تا حالا پتانسیل بوده، به صورت انرژی پتانسیل نهان در سوخت وجود داشته. در حال حاضر انرژی پتانسیل نهان در سوخت تبدیل به انرژی جنبشی و تولید گازها میشه. گرما هم توامان همراه داره. ما میخوایم این قسمت رو با هم دیگه بررسی کنیم که چه اتفاقی بابت فشار اون توده هوا میفته و متعاقباً برای سرعتش چه اتفاقی میفته و دماش و به چه نحوی هسته. همونطور که مشاهده میفرمایید هدف از محفظه احتراقمون که در اصل همون کوره ما هست و در بین لوکیشن فیزیکیش، اینا هر کدوم جمله به جمله تست هستش، در بین دیفیوزر و توربین قرار گرفته، اینه که در اثر سوختن فیول برای ما آزادسازی انرژی انجام بده و گازهایی رو که شروع به سوختن میکنن و منبسط میشن رو هدایت کنه به قطعه بعدی که توربین هست و ازش جذب انرژی داشته باشیم. روی دیاگرام‌های قبلی صحبت شد که این فشار تقریبا ثابته با افت 3 تا 6% و اون افت هم ناچیز هست به خاطر درگ و مسائل آیرودینامیکی هست که ناچیز در نظر میگیریم و تقریبا ثابت عنوانش میکنیم. حدوداً 1/4 هوای ورودی به کامباستشن چمبر ما سوخته میشه. این تقریبا، این کلمه تقریبا و حدوداً، حالا با ملاحظه ریفرنس های دیگه در ادامه متوجه میشین که حدوداً 1/4 میشه 25%، بعضی کتاب ها میگن 20%، بعضی ها میگن 27% و حدود 1/4 یه مقدار بیشتر 25 تا 30% هوا که داخل محفظه احتراق میشه صرف خود احتراق و سوزوندن اون هوا میشه. بقیه اون هوا به مصرف کولینگ میرسه که حالا با همدیگه صحبت میکنیم از اطراف برای نگه داشتن شعله و مخلوط شدن، میکس شدن با اون حرارت اصلی مغز داخل کامباستشن و شعله هستش. نسبت بین هوا و سوختمون 1:15 هست. اینجا ملاحظه میکنید که 15:1 که نوشته شده در تست های مقداری اذیت میکنه. بارها هم توضیحش داده شده خدمتتون. 1:15 در اصل ما باید ببینیم توی تست اگر اومد گمراه نشیم، ببینیم ایر فیول ریشیو میگه. من مخصوصا برعکس 1:15 رو خوندم که بتونیم اینجا بیشتر با هم دیگه تشریحش کنیم. 1:15 زمانی که ما میگیم باید ببینیم که 15:1 یا 1:15. درست اعداد فرقی نمی کنن، اما وقتی بگیم توی تست ها دقت بفرمایید ایر به فیول ریشیو، خب ایرش رو اول میذاره بعد فیولش رو قرار میده، میگه 15 مولکول از هوا و 1 مولکول از فیول. این نسبت قطعا جرمی هست، یعنی به وزنش هست، به حجم نیست. نمیگیم مثلا 15 لیتر هوا 15 متر مکعب هوا. فرق لیتر و وزن و جرم رو با هم دیگه صحبت کردیم. یه مثالی میزنم، حالا شاید گفتار جدیدی باشه. مثلا میریم بستنی بخریم از این بستنی های بزرگ، میگه بستنی 1 لیتری مثلا، حالا هر کارخونه‌ای، میهن مثلا، اینو میاری میبینی که نیم کیلو هستش. وزن مخصوص اون چگالی که ما میخوایم بسنجیم در اصل توی تستا هم پریروز با هم دیگه دیدیم
که نسبت وزن به حجم رو عنوان میکنه. به همون نسبت فیول ما در محاسباتمون زمانی که عنوان میشه بر اساس وزن سنجیده میشه و عنوان میشه. یعنی این نسبت تعداد مولکول ها رو ما دقیقاً میخوایم. حجم فیول، حجم هوا با وزنش بسته به شرایط مختلف خصوصاً دما با همدیگه متفاوت هستش. گاهی اوقات مثلا 800 تا 8 دهم هستش وزن مخصوصی که ما برای اسپسیفیک گراویتی فیول در نظر میگیریم. گاهی اوقات 800 تا مولکول هوا 8 دهم لیتر حجم مساوی میشه با 1 کیلو هوا نسوخت، با 1 کیلو از وزن اون فیول. گاهی اوقات تغییر میکنه، مثلا میشه 805 اسپسیفیک گراویتی رو اعلام میکنه اون فیول کمپانی که برای ما میخواد سوخت بزنه. و همچنین در ارتفاعات مختلف حجم فیول ممکنه تغییر بکنه اما وزن فیول تغییری نمیکنه و همینطور وزن هوا. پس این نسبت جرمی هست. تعداد مولکول ها برامون مهمه و وزنشون رو در نظر میگیریم. بنابراین 15:1 افیشنت برنینگی هستش که ما برای سوزوندن سوخت اختلاطش با هوا در نظر میگیریم. اگرچه این نسبت هوا و سوخت در کامباستشن چمبر ما میتواند، اینا همشون تسته، میتواند از 45 تا هوا به 1 دونه مولکول سوخت تا 130 تا هوا 130 به 1 متغیر باشه. حالا با هم صحبت میکنیم اون مقداری که افیشنت برنینگ رو داره و اینکه چطور 45 به 1 و 130 به 1 چطور میاد. صحبت بعدی که توی کتاب استاد نیکپور داشتیم دقیقاً ترجمه و تفسیر همون صحبت‌هایی هستش که در ادامه می‌بینیم توی کتاب جت انجین رولز رویز اومده. گفتیم هوا با یه سرعتی که زیاد هستش تقریباً از کمپرسور تحویل دیفیوزر میشه. این سرعت حدود 500 فوت در ثانیه هست و سرعت بسیار بالایی خواهد بود. از دیفیوزر به همون نسبت یه مقدار کاهش سرعت داریم و تحویل به کامباستشن چمبر داده میشه این هوا. چون قسمت ورودی هوا به صورت واگرا هستش، دایورجنت هستش، یه مقداری سرعت رو کاهش میدیم در این قسمت و افزایش فشار رو بهش اعمال میکنیم. ولی با این که حدوداً 500 فوت رو به 80 فوت در ثانیه کم میکنیم، سرعتی که ما نیاز داریم احتراق انجام بشه، یه موقع‌های میریم توی طبیعت، جنگل، پیکنیک و آتیش روشن میکنیم، یه باد که میاد این آتیش ما خاموش میشه. به خاموش شدن آتش در زمانی که توسط باد فوت میشه، اصطلاحاً بلو آت میگن. بلو یعنی وزیدن، آت یعنی محو شدن، دور شدن، از بین رفتن، مثل ناکاوت توی ورزش ها میگن. و شعله‌مون خاموش میشه، بلو آت میکنیم. با این حساب 80 فوت در ثانیه وارد کامباستشن چمبر شده، اما سرعت اشتعال کروسین که همون پایه سوخت هواپیما و به عنوان نفت خام شناخته میشه، حالا تو مبحث سوخت صحبتش رو انجام میدیم، 5 فوت در ثانیه است. حالا یه استپ 500 تا رو آوردیم، مثلا حدود 80 فوت در ثانیه کردیم، اما مورد نیازمون میزان 5 فوت در ثانیه هستش. باید به نحوی تمهیداتی رو داشته باشیم که سرعت مناسب هوا رو به شعله و اون آتشی که شکل گرفته معرفی بکنیم بدون اینکه شعله‌مون خاموش بشه. از اونجایی که حدود 25% از هوا، همون 1/4 صحبتی که بالاتر انجام شد، وارد کامباستشن میشه، از هوایی که وارد کامباستشن میشه صرف سوختن میشه، ما باید یک سویل وین قرار دادیم سر راش. میخوایم حالا دیگه سرعت رو کاهش بدیم به 5 فوت و قطعات دیگه ای رو قرار دادیم که حالا با هم دیگه روی شکل بررسی میکنیم. سویل وین رو داریم، پرفوریتد فلر تیوب رو داریم، پرایمری هول رو داریم و سکندری هول رو داریم. باید معرفیشون بکنیم و در نهایت این هوا میسوزه. میگه که این جریانات هوایی که در داخل کامباستشن وارد میشن با همدیگه تداخل میکنن و این رو ما خواسته ماست، طراح ساخته که تداخل انجام بده که در ابتدای ورودی فلیم تیوبمون، فلیم یعنی شعله و تیوب
به معنای حالا لوله هستش. اون لوله‌ای که در شعله تشکیل میشه، این تداخل هوای جریان هوای حلقوی به وجود میاره. حالا هم تو فیلم ها میبینیم هم توی عکس ها. این تورویدیال ورتکس به نام این جریان حلقوی یعنی تورویدیال ورتکس با رفت و برگشت خودش باعث میشه که در اصل اطراف شعله رو حائل بشه و باعث بشه که ما بتونیم حفظ شعله داشته باشیم. بهترین عکس و حالا داخل فیلممون هم هست، بهترین عکس از تورویدیال ورتکس ما این قسمت هستش. این قسمت که ما میخوایم که هم سرعت کم بشه هم حائل شعله باشیم با تورویدیال ورتکسمون. حالا یه مقداری فارسیاش رو با هم مرور کنیم بعد بریم برای عکس و فیلم ها. این جریان به سوخت مجال احتراق میده و درجه حرارت شعله همونطوری که از ابتدا با هم دیگه صحبت کردیم 2000 درجه سانتیگراد هست. 75% بقیه 25% گفتیم برای سوختن، 75% برای خنککاری هستش. و حالا دیگه اینا قسمت های هستش که فارسی هست و در نهایت باعث میشه که این اختلاط ها به 1000 درجه سانتیگراد دمای شعله و داخل کامباشن چمبر در هنگام خروج افت بکنه، تعدیل بشه، معتدلتر بشه و برای توربینمون مناسب بشه. که باز حالا تست دیگه، نکته دیگه این هستش که عامل لیمیت کننده، محدود کننده، بارها صحبتش کردیم، ورودی توربین هست و جنسی که توربینمون ازش ساخته شده. تمام مولکول های سوخت باید در پرایمری زون یعنی منطقه اولیه با همون 25% هوا سوخته بشه و در غیر این صورت ممکنه که در انتهای محوظه احتراق بسوزه و به قسمت توربین آسیب برسونه. مصداق بارزش نیسانا هستن. 90% نیسانا تو جاده که داریم میریم هر 500 متر 1 کیلومتری که راه میرن یه دفعه میگه تق تق تق. این عاملش تنظیم نبودن میزان سوخت ورودی به حالا اون موتور پیستونی و اون محوظه سرسیلن و یا جرقه‌شون هست که سوخت نسوخته شده میاد در سیستم اگزوز و اصطلاحاً به منبع اگزوز که میرسه با گازهای داغ تازه توی منبع منفجر میشه، تق تق صدا میده. میخوایم این اتفاق نیفته و مطمئن بشیم که همه سوخت ما افیشنتلی به صورت بهینه سوخته شده. افیشنتلی یعنی مثل حالا گاز خونه رو که نگاه میکنی یه موقع‌های زرد میسوزه، بخاری هامون، هر شعله‌ای رو که دیده باشین میخوایم به صورت کاملا آبی با درصد خوب بسوزه و همش در منطقه ابتدایی کامباشن چمبر ما سوخته بشه، وگرنه در انتهای کامباشن دوباره مجدد میسوزه، حالت افتر برنر مانند، و وقتی میسوزه دیگه اون کارهایی که برای کولینگ انجام میدادیم اتفاق نمیفته و به توربینمون آسیب میرسونه. حالا قسمت‌های محفظه احتراق رو که با هم دیگه صحبتش رو انجام میدیم روی شکل. 18% از هوا از اسنات میاد، معرفیش میکنیم. اسنات یعنی خرطومی که وارد کامباشن چمبر ما و فلم تیوبمون میشه، در ابتدای ورودی است. بریم برای شکل ها. این درصدها در کتاب های مختلف یه مقداری با همدیگه متفاوت هست، اما تست هایی که اعدادش زیاد مهم نیست، حدود اعدادش مهمه. حدود 20 تا 30% هوا در کامباشن سوخته میشه. یه مقداری هوا 10% حالا از سویل وین گفته میاد، 20% از فلر تیوبمون میاد، 10% دیگه از پرایمری زون میاد. یه مقداری حالا با یه 2-3 تا عدد جابجا با هم دیگه مختلفه، اما تست جوری نمیاد که این 2-3% کتاب‌های مختلف ما رو به اشتباه بندازه. مهم نکته اصلی هستش که با هم دیگه صحبتش رو میکنیم. این تورویدال ورتکسمون بود از نظر جمله کتابی که یه منطقه از لو ولاسیتی ریسیرکولیشن رو برامون به وجود میاره. اول با شکل‌های 2 بعدی با هم دیگه صحبت بکنیم، بعد شکل‌های 3 بعدی و در نهایت فیلم رو با هم بررسی میکنیم. از ابتدا ما صحبتی که انجام دادیم یک مرتبه دیگه یه مرور جزئی انجام بدیم، گم نشیم چون اعداد با هم دیگه نزدیک به هم هستن. حالا یه موتور مرسومه
تو این اسپول رو داشته باشیم. ما راجع به این شکل ها بارها با هم دیگه صحبت کردیم. الان موقع این هستش که یه سری مسائل و مطالب جدید رو دقیق تر با هم دیگه بررسی بکنیم. گفتیم یه هوایی میاد وارد موتور میشه. حالا این موتورمون مثلا بایپاس نیستش، فقط تو این اسپول هست. این موتور ما بایپاس هست و تریپل اسپول. یه هوایی میخواد وارد موتور بشه، دو قسمت میشه. بخشی از سمت فن میاد که گفتیم هرچی این هوا بیشتر باشه پروپالسیو افیشنسی ما رو بیشتر میکنه، و بخشی هم وارد کور موتور به هات سکشن میشه و سوخته میشه. حالا کل استریم ایر رو داشتیم و هات استریم ایر رو داشتیم. اگر هوا در بعد ورودمون 100 تا دونه مولکول باشه، همین ابتدا در موتورهای حالا مرسومی که فعلا وجود داره گفتیم 20% از این هوا وارد موتور میشه برای سوختن. یعنی تمام صحبتایی که ما کردیم کمپرسور کار انجام میده و کارهایی که رو هوا انجام میده رو 20% از هوای کلی ورودی به موتورمون انجام میشه، تا 80% و حتی در موتورهای اولترا های بایپاس ما یه بایپاس ریشیو داشتیم، یه بایپاس ایر داشتیم، میگفتیم مثلا 1:1 2:1 که صحبتاش انجام دادیم تا 5:1 میومد و حتی در موتورهای به امروزی بیشتر هم شده این مقدار. 80% وارد کور موتور مغزی موتور نمیشه، 20% میاد وارد مغزی موتور میشه. از این 20% هوایی که ما در بعد ورود جدا کردیم، انتخاب کردیم برای سوزوندن با هر مرحله و هر کاری که روش انجام دادیم، حالا این 20% میاد وارد کامباستشن میشه. بخشی از هوا باید بیاد شعله رو تشکیل بده، بخشی هم از اطراف بیاد که با هم دیگه میبینیم حالا چه اتفاقی براش میفته. این بخشی که میاد برای سوختن بشه باز دوباره صحبتش رو انجام دادیم که حدود 20 تا 30% بر اساس کتاب‌های مختلف و چه بسا بهتره بگیم 1/4، 4 تا 25 تا میشه 100 تا، حدود 1/4 میاد و مغز موتور برای سوختن. یعنی 20% از این 20%، نه 20% از اون 100% که کلن به دهانه موتور وارد شده. از اون چه که به داخل موتور به کور موتور وارد شده تازه میاد اینجا، خود این 20% تبدیل میشه به یه 20% دیگه اینجا به 100%. یعنی این 20% کل هوایی هستش که این قسمت، این کل هوایی هست که وارد کامباستشن میشه. از کل این هوا 20%ش رو میخوایم بسوزونیم. این ابهام نداشته باشه، همین ابتدا با هم صحبت کنیم، چون اعداد مثل همه، باز اینجا 20 داریم باز اینجا 80 داریم. این 20% از اون 20% هست و 80% باز از اون 20% ورودی به موتورمونه. ما قطعاتمون رو اول معرفی بکنیم که از چه قسمت‌هایی داریم صحبت میکنیم. این معرفی قطعاتمون هست. گفتیم هوا میاد و وارد کامباستشن چمبر ما میشه. کامباستشن چمبرمون به این شکل دارای یه سری ریز اجزایی هست که محفظه ورودیمون اگر دقت بفرمایید مجدد از نوع واگرا هست. گفتیم تا پشت خود فیول نازل، که ببین این فیول اسپری نازل هستش. اگر این مغزی اینجا فیول نازل قرار گرفته باشه، یعنی همون چیزی که انژکتور ما هست، سوخت پاشمون هست، ما هوا رو تا قبل از فیول نازل از هر مسیری که عبور بدیم سعی داریم سرعتش رو کاهش بدیم و فشارش رو افزایش بدیم، حد اکثر فشردگی هوا رو وارد کنیم برای اختلاط سوخت و تازه سوزوندن شروع بشه. خب دوتا عکسمون رو با هم که ترکیب بکنیم متوجه میشیم از این مسیر هوایی میاد، باز اینجا دو قسمت میشه، یکی از اینجا میاد و وارد این داخل میشه، یک انشعاب دیگه از این اطراف میاد و از این سوراخ ها وارد میشه به کامباستشنمون و به تناسب حالا این شکل برش خورده است. از قسمت اطرافش یه انشعاب هم مثلا از این نقطه میگیره، از اینجا، و میاد داخل این فضای خالی بین اینجا و اینجا.
و در ادامه میاد از سوراخ‌های بالایی، حالا اینجا این سوراخ‌های اینور برش خورده گرد که در نظر بگیرید میره از اون پشت میاد اینجوری وارد میشه و صاف میاد داخل. این قسمت‌ها رو با هم دیگه اسمشون رو بررسی بکنیم. درصدهاش هم که مشخص هست. اون دوتا هوایی که ما الان کشیدیم این هوای ورودی بود، میاد برای سوختن. یه بخشی از این هوا مستقیما وارد میشه حدود 12%. 8% گفتیم کلش 20% از اون 20% اولیه بود. 12% مستقیما میاد، 20% میاد اینجا، از اینجا میاد داخل که حالا بعد این شکلایی که به وجود میاد همون حالت سه‌بعدی رو، این هواها رو ما از مسیرهای مختلفی که داریم وارد میکنیم به خاطر اینه که این شکل رو به ما تشکیل بده. یه هوای مستقیم، یه هوای اطراف از اون سوراخ ها میاد داخل، یه ذره میره جلوتر از این یکی سوراخ ها میاد داخل. هر کدوم از این قسمت ها برای ما اسم هایی رو دارن که اجزای ما تفکیک شده هست. این شکل رو تطبیق میزنیم روی این شکل. اسنات یعنی خرطومی ورودی به کامباستشن چمبرمون هست. فلر تیوب یا پرفوریتد یعنی سوراخ دار، اینا هستش. این پلیت گرد تا گرد دور اینجاست. پرفوریتد فلر تیوب اون 8% بود که می اومد داخل، الان تو عکس پایین دیدیم یه 12% از اینجا اومد، یه 8% از این داخل اسناد رد شد اومد به این قسمت ها که از اینجا وارد بشه. بعد ما یه دونه لوله اصلی داریم که مستقیما شعله درش تشکیل میشه. یه لوله دیگه داریم دور تا دورش غلاف کشیده شده، یعنی این لوله دو جداره است، مثل دو تا لوله بخاری با هم دیگه. اون چیزی که مستقیما شعله درش تشکیل میشه، حالا یه شکل دیگه رو هم با هم دیگه ببینیم بهتر متوجه میشیم، گویاتر هست. اینجا الان دو تا لوله بخاری با هم دیگه تو در تو هست. یه دونه لوله اینجاست مستقیما با شعله در تماسه، شعله‌ای که تشکیل شده، و یه دونه لوله بالاترش قرار گرفته. این لوله دو جداره مثلا دو تا دونه لوله بخاری به پایینیه میگیم فلیم تیوب. این فلیم تیوب ما هست، یعنی اون تیوب که لوله هست و اون چیزی که مستقیما فلیم داخلش تشکیل شده. اینجاها شعله تشکیل میشه. حالا من نقاشیم هم زیاد خوب نیست و این قسمتی که با شعله مستقیما در تماسه اسمش هم روشه، لوله شعله، فلیم تیوب. اون چیزی که به عنوان کیسینگ، به عنوان پوسته لوله بخاری دوم دور این هم مرکز موازی قرار گرفته، به عنوان ایر کیسینگ شناخته میشه. اسمش ایر کیسینگه. چرا؟ چون گفتیم یه هوا از اینجا اومد، یه هوا از اینجا اومد، از این لاها که از این سوراخ‌ها بیاد داخل. پس کیسینگ پوسته‌ای هست این دوریه که ایر از توش رد میشه. خب پوسته هوا. بعد گفتیم هوا که وارد موتورمون میشه، حالا چون مهم هست میخوایم سویل وین رو معرفی بکنیم. چون مهم هست یه مرتبه دیگه بریم برگردیم به قسمت خودش. برای مرور قسمت‌های مختلف نام برده شده. در این قسمت گفته که سویل وین ها عرض کردم تو قسمت کمپرسورها. سویل یعنی حرکت گردابی، چرخشی. 2-3 تا کار میکنه با هم دیگه در مسیر عبور هوا. جوری این پروانه ها مثل پروانه پنکه و ثابت هستن. قدیم چرخ گوش زیادتر استفاده میشد. تیغه برشی چرخ گوش دقیقاً یه همچین حالتی رو داره. اینها پروانه های هستن ثابت که هوا وقتی میاد اینجا بهشون برخورد میکنه و دوچار سویل عمدی میشه. ما یه سویل صحبت کردیم، ماکسیموم سویل پوزیشن، مینیموم سویل پوزیشن در بحث وریبل اینلت گاید وین هامون. الان یه سویل دیگه ای رو داریم ولی سویل هستش. وظیفه تبدیل حرکت خطی مستقیم به حرکت، دوستان ارور داشتیم و صدامون قطع شد.
پس گفتیم سویل وین های در سر راه قرار گرفتن، وظیفه تبدیل سرعت خطی به سرعت چرخشی رو داریم. دو جور چرخش بهش وارد میکنه. حرکت خطی ما رو تبدیل میکنه هم به صورت گردابی این شکلی دور خودش سویل میده، هم یه مقداری که جلوتر بره جوری این هوا رو فوت میکنه و شوت میکنه که مثل توپ بیلیارد هوا رو وقتی که شوت میکنه یه مقداری به حالت عقب چنگکی بر میگرده. دو مدل سویل رو به این هوا اعمال میکنه و این عمدی و طراحی شده و خواسته هستش. ضمن این که تبدیل سرعتش رو از سرعت خطی به سرعت دورانی، یعنی سرعت حالا وی رو به اومگا تبدیل میکنه. حرکت زورخونه‌ای ما باعث میشه که این هوایی که میخواسته مستقیم بره، توی هواپیما هم همینطوره. وقتی چند تا هواپیما رو میخوان با همدیگه بیارن بشونن روی باند، به یکیشون هولدینگ میده. هولدینگ یعنی این که به جای اینکه مستقیما بیای و وارد باند بشی برای اپروچ اقدام بکنی بشینی، 5 تا هواپیما یکی اینجا یکی اینجا یکی اینجا. حالا این اسپیسینگاشون که با هم دیگه تنظیم میکنن، یه موقع به یکیشون میگه سرعتتو کمتر کن بیشتر کن که به هم تنظیم در بیاد، مثل فرودگاه‌های استانبول و دبی که شلوغ هست. یه موقع‌هایی هم بهش وسط راه هولدینگ میده، یعنی دور خودت با یه شعاع ناتیکال مایلی همینجا بچرخ تا منطقه کلیر بشه بتونی بیای برای نشستن. این دور خود چرخیدن رو مثل حرکت زورخونه‌ای باعث میشه که سرعت خطی کمتر بشه. پس دو نوع سویل رو سویل وین های ما به ما اعمال میکنن به این هوا. وین یعنی تیغه پره، سویل هم یعنی چرخشی، پره هایی که حرکت چرخشی رو به ما خواسته برای ما ایجاد میکنن برای این هوا. بعد گفتیم یه هوای دیگه ای منشعب میشه از داخل ایرکیسینگ میاد و به این سوراخ ها میخوره. خب این هواه در نهایت تهشون کوچه بنبست هستش. این انتها که میاد خب بنبسته، اینجا چیکار بکنه؟ اینجا ترپ میشه، گیر میفته، راه دیگه ای نداره جز این که از این سوراخ ها وارد قسمت فلیم تیوب بشه. برای ما وظیفه اختلاط هوا، گفتیم شعله که اینجا تشکیل میشه، این قسمت تشکیل میشه شعلمون تا یک منطقه اولیه‌ای. این رو ما به 3 قسمت تقسیم میکنیم کل این فلیم تیوبمون رو، به قسمت پرایمری زون، سکندری زون و ترشیاری زون. قسمت اولیه 1/3، 3 قسمت دیگه 1/3 اول، 1/3 دوم و 1/3 انتهایی. در قسمت اولیه توی جزوه استاد نیکپور صحبت شد که همش باید سوخته بشه. در پرایمری زون اون هوایی که اومده با اون حدود 20% باید به همه سوخت و هوای ترکیبی سوخته بشه، وگرنه میاد اینجا سوخته میشه مثل نیسانه میشه، پشت بندش هم توربین شعله مستقیم میزنه. اگر شعله ما در قسمت پرایمری زون تشکیل بشه، در قسمت های بعدی ببینید یه دونه هوا هم که گفتیم از این 20% که میاد حدود 12% مستقیم میاد، 8% از این قسمت میاد وارد این قسمت میشه. یه سری سوراخ‌های ریز دور تا دور اینجا هست. اینها مجموعاً نحوه ورودشون کاری میکنه که اطراف شعله رو حائل بشه برای ما. شعله‌ای که اینجا تشکیل شده دورش رو بگیره. حالا با شکل 3 بعدی هم با هم دیگه مرور میکنیم. خب شعله این وسط هست، تشکیل شده و ما نیاز داریم که این شعله رو مستقیم حدوداً نگه داریم که مثل حالا فندک موقع‌های روشن میکنیم دستمون رو میسوزونه. حالا دوستانی که استفاده کردن متوجه میشن. ما یه موقعی فندک معمولی داریم توی باد خاموش میشه، میریم فندک مثلا اتمی میگیریم خاموش نمیشه، اما اگر کج بگیریم دستمون رو مستقیما میسوزونه. و ما برای جلوگیری از لنگر انداختن تو تستا داریم انکور، لنگر انداختن فلیم انکور. ما باید این رو شعله رو در مرکز نگه داریم
یه مقداری هوایی که گفتیم از قسمت ایرکیسینگمون وارد میشه داخل فلیم تیوب. این شعله‌ای که اینجا بوده رو از بغل فرض بفرمایید دونه دونه فوت میکنه و حالا از دور تا دور باعث میشه که این شعله سنتر نگه داشته بشه و از طرفی در 1/3 اول فلیم تیوبمون پرایمری زونمون شعله تشکیل شده، الباقیش اجازه نمیده این ور اون ور پخش بشه بخوره به فلیم تیوبمون، در از اون طرف حائل میشه و شعله رو برامون نگه میداره. چون دماش نسبت به دمای شعله عرض کردم حالا توی کلاس تستا بود، دمای کمی هم نیست، 200 درجه 300 درجه 400 درجه دما داره، ولی شعله ما حدود 2000 درجه دما داشت. ما جلسات اولیه صحبت کردیم حدود 2000 درجه دما داشت. از اون طرف الان عدد جدیدی رو معرفی کردیم، حدود 500 فوت در ثانیه سرعت هوایی هست که از دیفیوزرمون هم رد شده اومده این قسمت. حالا ما هم باید سرعت گیر بذاریم، دست انداز بذاریم، هم تا جایی که میشه افزایش فشار رو بهش اعمال بکنیم. این سرعت ها رو که ما تنظیم میکنیم به تناسب باید حواسمون باشه از این طرف شعله رو اونقدی کم بکنیم سرعت هوا رو که شعله‌مون خاموش نشه، از طرفی وقتی شعله تشکیل شد مثل گاز اجاق گاز خونه است، در همه جهات میخواد این پراکندگی ایجاد بشه، یعنی گوپ در همه جهات میخواد این ور اون ور حرکت کنه. باید جوری هدایتش کنیم از اون مسیری که ما میخوایم، به علت اینکه هم حرارتش به این قسمت های فلیم تیوب و قسمت های دیگه کامباستشن نرسه، هم خنک بشه، اختلاط هوایی رو داشته باشه، میکسینگ هوای خنکتر با داغتر. میگم 300-400 درجه برای ما هوای زیادیه، ولی برای اینی که 2000 درجه شعله داره هوای خیلی هم خنکیه، زمستون حساب میشه اونجا. این یکی از پترن های شعلمون هست که نحوه ورود هوا رو مشخص میکنه. ما شعله رو تشکیل دادیم، حالا بر اساس نوع اون فیول نازلی که قرار میگیره یا شعلمون دوگانه هست یا شعلمون به صورت یکی از اینها تکی و مستقیم هست. حالا یه مقداری چاقتر توپلتر هوایی که داره وارد میشه، این هواها بسیار ادامه میده. ما دو هوا رو گفتیم، 20% از اون 20% مثل اون کبوترها نصف ما و نصف ما و نصفه از نصف ما، اون مثال معروفی که برای دسته کبوترها داشتیم توی ریاضی، 20% اون 20% که وارد میشه تازه خودش تبدیل میشه به یه 20% یه 80%. اینجا مسیر هوا رو رنگی کشیده، این قسمت 20% ورودی برای سوختن بود، از این 20% ورودی حدود 12% مستقیم می اومد برای تشکیل این شعله و 8% دوباره از این قسمت پرفوریت تیوب ها و این سوراخ هایی که دور تا دور بهشون اشاره کردیم می اومد برای ایجاد جریان هایی که ما میخوایم هدایتشون بکنیم که دور این شعله رو نگهداری بکنه، برای ما مستقیم نگیره به فلیم تیوبمون. و الباقی زمانی که در 1/3 اولیه شعله ما تشکیل شد، صرف ورود، محافظت و مخلوط شدن، اختلاط با هوای گرمتر میکنن خودشون رو. انتهای کارمون هم که بنبست بود، اینا از این سوراخ ها وارد میشدن. از 2 مدل مجرا وارد میشن. سوال شده بود که بروسکوپورتا کجا هستن؟ یه مقداری جلوتر بریم با هم دیگه صحبتش انجام میدیم. بخشی از خود این سوراخ ها به صورت مستقیم وارد میشن، یعنی میان وسط معرکه مثل میوندارای عزاداری. بخشی از لابلای اینو بهش میگیم کاروگیتد تیوب. کاروگیت به معنای این شکل مواج ایرانیت توری هستش. اینجوری ایرانیت ها رو توی شمال بیشتر استفاده میشه، اینجوری میساختن بالا و پایین که حالا هم مقاومت داره، تاقدیس ناودیس داره، هم شیارهایی داره که اگر بارون اومد ازش عبور بکنه. این مواج بودن به نام کاروگیتد شناخته میشه.
توی درس استراکچر هم داریم، اسکین تو استرینگ، کاروگیت اسکین، متد، روش های اتصالی که روی پوسته رو به بدنه یا خصوصا بال میچسبونیم. کاروگیت یعنی حالت ایرانیتی، یعنی حالت پلکانی. این حالا با هم دیگه 2 تا 3 تا شکل پایین‌تر این مدل هستش. کاروگیتد استریپ کولینگ، سپلش تایپمون و این حائل بودنی که میاد در نهایت هوا رو به صورت پله‌ای مجبور میکنه از اون نقطه‌ای که ما میخوایم از این حد فاصل عبور بکنه. اینجا باز دیگه هوا میاد از همین نقاط رد میشه، اینجا هم که چسبیده به زمینش به اون قسمتی که پایین هست، 2 لایه هست. کاروگیت بودن این قسمت که 2 پله هستش با روش‌های مختلف باعث میشه که بخشی از هوا هم بتونه عبوری رو داشته باشه. اون 2 پله این قسمت قرار گرفته اینجاست. روی فلیم تیوبمون کاروگیت به این معناست، یه پله خورده، بخشی از هوا مستقیم میاد، یه سری هم سوراخ‌های دورش بود که یهو میپره وسط این فلیم تیوب و میزنه تو سر شعله رو نگه میداره. اگر شعله ما اینجا باشه، اینها اینجا هستن، اینها هم از اطراف میان، هر کدوم وظیفه ای رو دارن. در قسمت فضای خالی بین فلیم تیوب و ایر کیسینگمون هوا خودش به صورت 2 جداره عمل میکنه، مثل پنجره های 2 جداره، نوعی عایق هست که انتقال حرارتی که میخواد تشعشعی انجام بشه و کانداکتیو و کانوکشن انجام بشه به صورت مستقیم با این در تماسه. این ردیف رو فلیم تیوبمون رو داغ میکنه، این میخواد انتقال بده گرمای خودش رو به ایر کیسینگمون. هم حائل هست داره عبور میکنه برای انتقال گرما و هم فضایی است که میخواد بیاد انتقال رو انجام بده. ببینید پرایمری زون و دیلوشن زون. پرایمری زون ما گفتیم شعله درش تشکیل میشه، منطقه اولیه‌مون هست و این قسمت که 2 برابر اینجا کشیده منطقه رقیق کاریمون هست. این هوا وقتی که میاد میخواد با اون هوای داغ مستقیم 2000 درجه‌ای مخلوط بشه، در اصل هوای داغ رو رقیق‌تر میکنه، عرض کردم معتدل‌تر میکنه و این منطقه رو بهش میگن منطقه اختلاط هوا. منطقه‌ای که هوا مخلوط میشه و رقیق میشه، مثل این که آب بریزیم داخل عسل. اینجا دماش تا 2000 درجه است، از این بالا هوای 400 درجه رو میاریم باهاش تعادل برقرار میکنه و در خروجی حدود 1000 درجه از کامباستشنمون خارج میشه. در دیلوشن زون، حالا که اسمش دیلوشن زون هست، یه سری سوراخ‌هایی هم وجود داره به نام دیلوشن هول. اگر این منطقه رقیق کاری هست، پس سوراخ‌های رقیق کاری هم وجود داره. اسم این سوراخ‌ها سوراخ دیلوشن هست و عملیات دیلوت کردن رو برای ما انجام میده، این هوا ازش عبور میکنه. این هم که کاروگیت جوینت همون بود که راجبش صحبت کردیم. اینجوری این قسمت در عکس دیگه 2 بعدیش هم حالا ادامه پیدا بکنه اینجاست. یه سری مجراهای بازی رو ما داریم اینجا که به نام اینترکانکتور. از داخل این کانکتور یعنی متصل کننده، اینتر یعنی از اینترنالی میاد، از داخل اینها رو اگر دور تا دور هم باشن به همدیگه متصل میکنه. حالا انواع کامباستشن چمبرها رو راجبش صحبت میکنیم. اینترکانکتور هول ها و اینترکانکتور ها رو مد نظر داشته باشید، یه سری وظایفی رو دارن با هم دیگه که راجبش صحبت میکنیم. ما گفتیم منطقه‌ای که تقسیم بندی میشه پرایمری، سکندری و ترشیاری. این یه جور تقسیم بندی بود. یه تقسیم بندی دیگه هم بود پرایمری، اولیه و رقیق کننده. این ور پرایمریمون بود از این ابتدا تا اینجا، از این قسمت تا انتها که شامل اون 2 قسمت سکندری و ترشیاری یعنی ثانویه
اولیه، ثالثیه، ثانویه میشد، خود این ثالثیه و ثانویه که جزء منطقه رقیق کردن هوا طبقه بندی میشه به عنوان 3 قسمت. اگر این قسمت رو بگیریم سکندری سکشن، سکندری زونمون، پس سوراخ‌هایی هم که اینجا قرار میگیره به نام سکندری هول شناخته میشه. حواستون باشه توی تست ها این قسمت ها نامگذاریشون یه مقداری ممکنه که بخوان بپیچونن ما رو. در اصل بازم گول بازی با کلماتو نخورید. مهم اینه که یه سری سوراخ‌های وجود دارن به نام‌های مختلف: سکندری ایر هول، دایلوشن ایر هول، لوورز یعنی دودکش، لوورینگ هول به معنای سوراخ‌های دودکشی. میگه وظیفه اینها چی هستش؟ ورود این هوا برای اختلاط و خنک کردن، حفظ دما و حفظ شعله‌ای که در مرکزیت تشکیل میشه و متعادل کردنش تا انتها، متعادل کردن دماش تا انتها. نسبت به توضیحات 2 بعدی که با هم دیگه صحبت کردیم، حالا این عکس‌های جدیدتر 3 بعدی تر هستن، بهتر میتونیم درکشون بکنیم که در نهایت فیلمش رو هم میبینیم. حالا این کتاب اومده ساده تر کرده، دایلوشن هول رو هر 3 تاشو گفته. به نام ایر آنالوس ما دوایرمون یا متحد المرکز هستن یا با هم دیگه هم مرکز نیستن. کانسنتریک یعنی متحد المرکز، اینها فاصله شون یکیه. اکسنتریک یعنی متحد المرکز نیستن، به اصطلاح این شکلی هن. از یه نقطه اومدن این قسمت. ما کلمه آنالوس رو در کمپرسورامون هم داشتیم. آنالوس در اصل اشاره میکنه به متحد المرکز بودن این 2 تا دایره، این 2 تا لوله بخاری که اول معرفی کردیم که یکیش فلیم تیوبمون بود، یکیش ایر کیسینگمون بود. یعنی فاصله این 2 تا با هم مرکزه. اگر مرکز رو بگیریم اینجا، این یه دایره درونی با یه قطر مشخص به مرکزیت این نقطه و دایره بعدی دورش با همون مرکز هست. فاصله اینجا تا اینجا با اینجا تا اینجا یکی هست و در انتها میاد به هم دیگه فقط میچسبه. آنالوس بودن به این معناست. تو کمپرسورمون هم همین بود. توی کتاب‌های مختلف صحبت از مفهوم کلام یکیه، اسمها رو یه مقداری تغییر دادن. حالا کولینگ اسلات همون پرفوریتد بود، پرایمری زون، سکندری زون، ترشیری زون. در قسمت انتهایی چون حد اکثر رقیق کاری انجام میشه، بعضی از کتاب ها قسمت ثالثیه رو فقط به عنوان دایلوشن زون معرفی میکنن. بعضی از کتاب ها مثل کتاب خودمون، کتاب رولز رویس، هر 2 قسمت ثانویه و ثالثیه رو به عنوان دایلوشن زون معرفی میکنن. فقط بازی با کلمات هستش. مهم اینه که بدونیم دایلوشن زون چی کار، اساس کار کردش چطور هست و چی کار برای ما انجام میده. سویل وین ها لوکیشن 3 بعدیش، اگر هوا میخواستش وارد بشه از اینجا 20% 80% از دور بره و 20% از داخل بیاد که از اون 20% 12% از سویل وین ها بیاد، بخش دیگهش از اون پرفوریتد تیوب ها بیاد. از مرکزیت سویل وین هامون رد میشه که از اون صحبت 80 فوت سرعتش رو 500 تا تحویل کامباستشن میده، 80 فوت میاد وارد کامباستشن بشه، از 80 تا دوباره به 5 تا تبدیل بکنیم با حرکت چرخشی زورخونه‌ای سویل و تکرار مسائل هستش. حالا من به انواع مختلف دارم ادبیاتش رو تغییر میدم. فیول نازلمون در همین ابتدا قرار گرفته، چون در همین ابتدای پرایمری زون باید همه چی بسوزه، هم قاطی بشه هم بسوزه سوختمون و کامل هم بسوزه.
اسناد خرطومیمون هست، این ورودی کلی ما هست. حالا این بخش رو به عنوان دیفیوزر شناخته. دیفیوزر داخل کامباستشن چمبر. گفتیم عملیات دیفیوز کردن و دیفیوزر یعنی انتشار دادن. چون دیفیوزرهای ما همشون از نوع مجرای واگرای دایورجنت هستند و عمل انتشار رو توأم با، یعنی این یک رابط و یک واسطه هست، هوایی رو که میگیره دلالی میکنه، منتشر میکنه در طول این تیوب، در طول این کامباستشن و در طول این مسیر. بهش گفتن دیفیوزر چون منتشر میکنه و عملیات انتشار ما همیشه توسط دیفیوزرها توأم با افزایش فشار از طریق عبور از مجاری دایورجنت واگراب هستش و افزایش فشار کاهش سرعت رو داره. بعضی از تست ها اومدن گفتن که حد اکثر فشار داخل موتور کجا قرار میگیره. توی حالا تست هم صحبت کردیم، اولش هم گفتیم طبق نمودار این قسمته. حالا این قسمت رو بخوای مولکولی تر اسم ببری، یه موقع هست میگه انتهای کمپرسور، یه موقعی هست میگه انتهای کمپرسور در داخل دیفیوزر این قسمته، یه موقعی هست میان کلک میزنن میگن قبل در داخل کامباستشن، ولی اگر بگن داخل کامباستشن باید اشاره کنن تا قبل از فیول نازل، چون تا اینجا همچنان ما این مجرای دیفیوزر رو داریم. منتها دیفیوزری که در داخل کامباستشن چمبرمون هست اگر اشاره نکنن کامباستشن کلی، یعنی همه این وظیفش یه چیز دیگه ای هست. وظیفش اختلاط سوخت هست با هوا و سوزوندن کامل و مؤثرش. خب تا همینجا کفایت میکنه. اگر موافق باشید یه بریک بگیریم، مجدد برگردیم در خدمتتون باشیم. ساعت 6. خسته نباشید همگی.